پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که روز 17 اپریل در ادامه سفری کوریش به ولایت سوخت از شهر اسفره بازدید کرد. در ملاقات با ساکنان تعیین و علامتگذاری مرز یعنی حل مسائل سرحدی با قرقیزستان را برای مردم اسفره یکی از مسئله های اساسی نامید، ولی از ساکنان این منطقه هم مرز با قرقیزستان خواست با همسایه های خود در فضای همدیگرفهمی و همسایگی نیک کار و زندگی کنند، با آنها رفت و آمد و همکاری دوستانه داشته باشند، با صبر و تحمل باشند و به احساسات داده نشوند، زیرا طبق حکمت مردم خردمندمان همسایه را انتخاب نمی کنند، گفت امامعلی رحمان و بار دیگر تاکید کرد که مسئله های مرزی بین دولت ها تنها با روی گفت و شنید حل کرده می شوند و در این مسئله روی دیگر وجود ندارد. فراموش نباید کرد که ما تاجیکان همچون یکی از ملت های باستانی دنیا در طول تاریخ تمام مشکلات و مسئله های پیش آمده را با عقل و خرد، سالاری و تمکین و صبر و تحمل حل و فصل کردیم. پرزیدنت تاجیکستان گفت از سال 2002 به این طرف دو کشور مذاکرات را برای تعیین خط مرز پیش برده استادند و در نتیجه 20 سال فعالیت کمیسیون مرزی از 987 کیلومتر سرحد بین دو دولت تا امروز 663 از 7 کیلومتر یعنی 68.4% خط سرحد معین و موافقه کرده شده، تنها 323 کیلومترش باسی باقی مانده است. امامعلی رحمان اعتراف کرد که حل مسئله های مرزی و حدودی، موافقه نمودن خط سرحدی دولتی و علامتگذاری آن روند خیلی مرکب بوده، وقت و زحمت زیادی را طلب می کند. پرزیدنت قرقیزستان صادر جابروف نیز اخیراً روند مذاکرات مرزی با تاجیکستان را کند نامید، ولی اظهار اطمینان کرد که او تا انجام دوره پرزیدنتیش می تواند مذاکرات مسائل مرزی را با تاجیکستان به پایان برساند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی، خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون پره تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه های باسی که اساساً در مرز ناحیه های بادکند لیلک ولایت بادکند قرقیزستان با جماعت های شهر اسفره و ناحیه های غفورو ولایت سوخت تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بین ساکنان و مرزبانان دو کشور بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف میشوند. در یک سال آخر در نتیجه زد و خوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 58 نفر، 36 نفر از جانب قرقیزستان و 22 نفر از طرف تاجیکستان کشته شده، حدود 270 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.